ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک گناه کردی، یک نقطه سیاه در اون دل سفیدی که خدا سفید تحویل داده، پاک تحویل داده، اگر یک گناه کردی توبه نکردی، یک نقطه سیاه میزنن تو اون قلب سفیده. گناه بعدی 2 تا نقطه، گناه بعدی 3 تا نقطه، گناه بعدی 4 تا نقطه. اونقدر گناه میکنی و شیطان وعده های پس فردا و بعدش و وقتی پیر شدی بهت میده که حالا فعلا که جوانی، دنیا 2 روزه، الان خوشید بکن، آخر عمر توبه میکنید. باور بکنید جوان هست، پول داره، پیرمرد هست، پول داره، 50 سالشه، پول داره، 100 بار برش حج واجب شده، نمیره. میدونی چه بهش میگه؟ و خودش پررو شده که به دوستانش میگه اگه من حج رفتم هنوز زوده دیگه، نمیتونم گناه بکنم. سبحان الله. یعنی هنوزم میخواد گناه بکنی؟ کل دنیا گشته حج نمیتونه بره، 100 بارم برش حج واجب شده، میگه هنوز زوده، اگه رفتیم دیگه نمیتونیم شوخی بکنیم، دیگه نمیتونیم هر چی دلمون میخواد بکنیم، دیگه نمیتونیم گناه بکنیم، نمیتونیم. سبحان الله. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک گناه کردی، یک نقطه سیاه در اون دل سفیدی که خدا سفید تحویل داده، پاک تحویل داده، اگر یک گناه کردی توبه نکردی، یک نقطه سیاه میزنن تو اون قلب سفیده. گناه بعدی 2 تا نقطه، گناه بعدی 3 تا نقطه، گناه بعدی 4 تا نقطه. اونقدر گناه میکنی و شیطان وعده های پس فردا و بعدش و وقتی